مؤسسه منزلی کمونالی شهر تورسونزاده برای آبادانی و کبودیزارکنی کوچه و خیابان‌های شهر در موسم تیرمه و زمستان زمینه آماده نموده پرورش گل‌ها را در گرمخانه‌ها نسبت سال‌های قبلی به مراتب افزون نموده است. نهال گل و بوته‌های گوناگون در حال سبزش بوده اهل زحمت مؤسسه گلگشت‌های شهر را سرسبز و خرم می‌گردانند. تجربه گلپروری متخصصان شهر تورسونزاده طی سال‌های اخیر نتیجه ثمره‌بخش می‌دهد. این است که همه سال مرکز این شهر و کوچه و خیابان‌های آن به گلگشت حقیقی مبادل گردیده به ساکنان مهمانانش فرح و شادی می‌بخشد. امسال نیز با عزم قوی کارمندان ساحه برای سبز و خرمگردانی تمام کوچه و خیابان‌ها و باغ و گلگشت‌های شهر در نزد خود وظیفه‌های مشخص گذاشتند. مخصوصاً در گلگشت‌های دایره شکل طبق نقشه‌های ملی گل‌های رنگ و رنگ پرورش کرده می‌شود که بعد شکفتن گل‌ها منظره‌های جالب و زیبا را به میان می‌آورد. امروز برای سزاوار جشن گرفتن جشن‌های در پیش ایستاده اهل زحمت مؤسسه کارهای آبادانی سبزکاری را وسعت داده جهد و تلاش دارند که شهر تورسونزاده رو گلزار کبوتیزار نمایند و برای پیشواز گرفتن مهمانان عالی قدر در شهر تورسونزاده از امروز تیاری‌های جدی رفته ایستاده است. در گرمخانه‌های مؤسسه زیاده از 250,000 گل‌های موسمی آرایشی پرورش یافته ایستاده است که روزهای نزدیک در کوچه‌های شهر شنانیده می‌شود و برای زیبایی و سبز و خرم گرداندن کوچه‌های شهر تورسونزاده مساعدت می‌نماید. مؤسسه منزلی کمونالی شهر تورسونزاده در این سمت مسئولیت بیشتر دارد. عین حال از جانب کارمندان این مؤسسه در تمام موضع‌های شهر، کوچه و خیابان‌ها و گلگشت‌ها کارهای زمینوی برراه مانده شده است. طبق نقشه کبوتیزارکنی شهر امروز مؤسسه در شهر زیاده از 100 بخ نهال‌های آرایشی ارچه شنانید و کارهای سبز و خرمگردانی در شهر ادامه دارد. باید گفت که اهل زحمت شهر تورسونزاده تشکیلات اداره‌ها و شهروندان نیز در روند کبوتیزارکنی و سبز و خرمگردانی شهر کمکی بی‌واسطه خود را رسانیده ایستادند. در کارهای آبادانی و کبودیزارکنی شهر تورسونزاده با پیشواز جشن‌های ملی و تاریخی ساکنان و کارمندان کارخانه و تشکیلات نیز روزهای استراحت دست یاری دراز می‌کنند تا در شکوفایی شهر خود سهمگذار باشند. امید است که با سرجمعی مردم مهنت قرین و صاحب فرهنگ تورسونزاده جشن‌های ملی مملکت در سطح بلند تشکیلی و فرهنگی استقبال گرفته می‌شود.